من رشته‌ای را که خودم دوست داشتم او کامپیوتر ساینس بود و اگر طب مالجوی کامیاب می‌شدم هم نمی‌خواندم چون دوست نداشتم. فقط با وجود از اینکه دوست نداشتید اما انتخاب اولتون بوده. به خاطر خودم او را نزده بودم، او را به خاطر دوستم که شهید شده بود زدم. درست زمانی که این اتفاق افتاد و همه چیز برهم خورد از اون لحظه کم بر ما قصه بکنید. همیشه در امتحانات دیر می‌رسیدم. اون روز اولین نفری بودم که در کورس رسیدم. دیگران تازه سوالای ریاضی خود شروع کرده بودن و من ریاضی ما کلا تمام کرده بودم. قرار بود در کلید برسانم. و بعدش یه اتفاق افتاد و تمام چیزا تمام کرد. کیها در کنار شما بودن و شما کیها را از دست داده؟ در اون صنف از میان کسایی که نزدیکترینم بودن خیلی با هم صمیمی بودیم. در صنف نخبگان بودیم، کلگی ما خیلی با هم صمیمی بودیم. فقط ما ماندیم. تا هنوز باورم نمیشه، هنوز میگم که شاید کل چیز دروغ باشه و ای کاش خواب باشه و ما بیدار شوم، حتی امتحانم از پیشم رفته باشه ولی اونا زنده باشن. ولی این اتفاق افتاد و کلشان ازم گرفت. شما هر دو چشمتان جور بود و چه احساس داشتین؟ چه احساس دارین؟ دلتنگ نمیشین گاهی وقت؟ باید کسی که میخواد بفهمه که من چه حسی دارم با از دست دادن چشمم، باید چشمش از دستش بره تا بفهمه. من کل امتحانات آزمایشی با دو چشمم سپری کردم ولی امتحان کنکور ما با یک چشم دادم. ای که 40 روز من چی میگذره برام این فقط خودم درک میکنم. حتی عزیزترین کسی زندگیم نمیفهمه که من چی میکشم. واقعا دردآور است. واقعا زمانی که شما بیدار شدین و دیدین که حالا هیچ کسی در کنار شما نیست و خبر شدین که خواهرخونده‌تان نزدیکترین کستان از دست دادین، اون لحظه چی فکر میکردین؟ اون روزا خیلی نگران بودم. میگفتم دیگه دوستایم کجاست؟ اونا خوبن؟ کلگی گفت نه هیچ کسی را هیچ چیز نشده، فقط زخمی تویی، دیگه همه جورن. خیلی خوشم بودم. گفتم حداقل دوستایم زنده است. تا چند روز همیشه گله میکردم، میگفتم چرا هیچ کدامش از من حوال نمیگیره؟ من حالم خیلی بده. اونا نزدیکترین های من چرا یک بار برام زنگ نمیزنن؟ چرا به عیادتم نمیاین؟ ولی چند روز بعدش که حالم کمی خوب شده بود برام گفتن که اونا نیست که به عیادتت بیاین، تو باید بری سر قبر اونا. بعدش دیگه فقط کاری که میکنم کوشش میکنم، تلاش میکنم آرزوهایشان برآورده میکنم.